این ماتحت اعظم یعنی بانوی دلها جنیفر لوپز توی این فیلم رسما و به صورت کامل هواخور رو به باد میده. به به قربونت بشم من. چقدر خوشگل، چقدر خوشگل، چقدر ناز. از هر زاویه ببینیم از زیباییش کم که نمیشه، هیچ بیشتر هم میشه. رفقای گلم سلام. آخر این فیلم مطمئنم که قطعا آبتون یعنی خوشتون میاد. آره این جکیه که مدیر عامل یه شرکت هواپیماییه و مجردم هست، اما با همه دلاور مردان شهر خاطره داره. این اناقا هم اسمش دنیله که وکیله و تازه امروز به عنوان وکیل دوم شرکت استخدام شده. میاد برای اولین بار اتاق رئیس شرکت و ماتحت اعظم رو میبینه و همونجا تا دسته یعنی تا فیها خالدون عاشقش میشه. جان جکی میگه امروز اولین پرونده شرکت رو میخوام به تو بدم. اینم میگه گوره بابای شرکت خودتو عشقه، میای امشب با هم دیگه شام بخوریم. که دلانگیز میگه برو خجالت بکش، من پاک دامنم، اصلا تا حالا آفتاب مهتاب ندیدم. خانم جان تنها کسی که اون ماتحت رو ندیده بابا بزرگ منه، اونم چون فوت کرده. این دوتا ازگل از شرکت هواپیمایی اینا شکایت کردن، میگن ما ادعا داریم که شما مشتری ما رو لحظه آخری رفتید تور کردید. الان مشتری ما پشیمون شده، میگه میخواد با شما کار کنه. این کار غیر قانونیه. خانم جان میگه جان موزتون از ما شکایت نکنید وگرنه سهاممون میاد پایین. اینم میگه چشم گلم، میتونیم شکایت نکنیم، اما بجاش باید بیای خونه من برام یه کمی فلوت بزنی. منتها فلوتش گوشتیه. که یه دفعه دنیل میگه اگه به ادعا باشه منم میتونم ادعا کنم که شما همینجا همین الان ترتیب جکی رو دادید. یعنی از این اتاق که بریم بیرون میرم به همه میگم خودم شاهد بودم که شما دوتا نرخر ابوال به دست اومدین و اتوبانای رفت و برگشت جکی و دو بانده افتتاح کردید. و اینجوری اینا از شکایتشون صرف نظر میکنن. جکی میگه داداش جان میخوای تو دیگه از من دفاع نکن، شرف ما رو بردی. اما بلا نسبت. شب توی دفتر شرکت دنیل اومده پیشش که بانو میگه گوزو خان امروز کارت خیلی خوب بود، نشون دادی که وکیل خوبی هستی. موقع خدافزی یه دفعه میبینن که دنیل کوچیکه بلند شده و خبردار ایستاده. بزرگوار میگه من خالص 35 سانت دارم، فقط پارکینگ میخواد، میتونم از پارکینگ شما استفاده کنم؟ اینم میگه برو این بی صاحبتو بکن بده پیشی بخوره. اونم شانس مایه. ای بابا گروه پدرشون. فردا داداشمون قیافش رو شبیه بغض یاکریم کرده و دوباره رفته دفتر رئیس. ای جان چه خروجی هم داره. جون میگه خانومی من یه مرد رشید گوزوی قوی هستم، دیگه چی میخوای؟ اینم میگه او چه گیخوریا، اعتماد به نفس تو رو گوز داشت، الان امپراتور بادها بود. البته خودش هم حسابی آبشاری شده و بعد جوری هوس سالار کرده. دنیل خارش توی زندانه، رفته ملاقات که آبجی جان یک شاسی بلند پیدا کردم درجه 1، بعض تو نباشه صورتی کلوچه‌ای، فقط حیف که نمیتونم باهاش باشم چون قانون شرکته که کارمندای شرکت نباید با هم دیگه شالاب شلوب کنن. این پیری وکیل اول شرکته که از مرخصی برگشته و اعصابش تخماتیکه، میگه چرا پرونده منو دادین به اون وکیل تازه کاره؟ اینم میگه پیر سگ تو صدای کلنگای قبرت داره میاد، اصلا اخراجی، برو درتو بذار. پیرمردم میگه اونایی که منو اخراج میکنن یکیشون خدا شو. جلسه هیئت مدیره است و همه اعضا توی جلسه به جکی میگن که درسته که تو ناناز طلای مایی و همگی باهات خاطره داریم، ولی نباید این وکیله رو برکنار میکردی. میگن آخه این تازه کاره، اصلا چیزی بلد نیست، سرش به ماتحتش پنالتی میزنه. اما پدر جکی که خودش بنیانگذار شرکت بوده میاد و میگه لیوانای آبی که جلوتون هست رو بخورید، گوه اضافه نخورید، هر کاری که دخترم بخواد بکنه درسته. کم کم جکی هم شل کرده و شروع میکنه به اشوه‌های شطوری، یعنی برای اون 35 سانت پارکینگ آماده است. توی جلسه ای بابا این ماتحت یه ذره بزرگتر بشه دیگه باید براش شناسنامه جدا گرفت. آخ الهی بمیرم برات. دنیل میره بخش اداری، میپرسه میشه این قانون عدم روابط بین کارمندا رو یه تغییری بدید چون من از یه نفر تو شرکت خیلی خوشم میاد. به تخمم.
دنیل که قهوه‌ای شده میاد بیرون و بعدش جکی میره تو. اونم میگه ببخشید میشه این قانون عدم ارتباط بین کارمندا اصلاح بشه؟ اینم میگه ای به فدای اون انگورای عسکریت، ولی نمیشه. توی جلسه شرکت میگن یه نفر از شرکت ما شکایت کرده. به به عزیز دلم چه چراغایی هم داره. لااقل ننتو با خودت نبر، بده چراغ این خونه روشن بمونه. اینا چراغه. جکی میگه من باید برای رفع شکایت برم مسافرت، یه نفرم باید با من بیاد. تو ببل طلا بیا با هم بریم. حالا سفر با خود هواپیماهای شرکته و خود این خانم جانم خلبانه، هم هواپیما و هم سالار رو با هم بلند میکنه. میرسن به اون جزیره و میرن سر قرار و همون 5 دقیقه اول کل شکایت رو رفع و رجوع میکنن. بعدم مستقیم راست ابوالو میگیرن و میرن هتل و درهای ورودی و خروجی رو افتتاح میکنن. ای بابا آب اینجا رو برداشت، آبشو چیکار کنیم؟ آبش هم میگن آقای میساقی بخور. رفقا قربون دم و دستگاهتون، یعنی قربون دستتون، یه دقیقه لایکو بزنید بریم سراغ ادامه داستان. با لایک ازم حمایت میکنید. اینا 5 روز کامل توی جزیره هستن و برنامه هر روز اینه که خلیفه به بغداد وارد میشه. فقط دنیل جان یه مشکلی داره، همین که عملیاتو شروع میکنه 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام. داداش خب یه شیرموزی چیزی بخور، خروسیا. تو فوزولی، تو گوخور منی. بعد از یه هفته اینا برمیگردن شرکت، اما جکی که دوباره هوس سالار کرده یه کاغذ میذاره توی پرونده و میده به این که امشب شام بیا خونه ما، اون یعنی اون ماشینتم بیار که توی پارکینگ ما پارک کنی. و خب شام میخورن و بعدم دنیل کوچیکه و دنیل بزرگه حسابی مشغول میشن. اینا دیگه هر جایی که میرسن اولین کاری که میکنن لاچاک و هوا میکنن. داداش جان نمودی، بس دیگه. این دوباره میره سراغ خارش که آبجی جان رئیس شرکت ما بود، همونی که برات تعریفش کردم. صفرشو باز کردم، کاری باهاش کردم که تا یه هفته از پایین نفس میکشه. این خانم جانم که به پسر شک کرده تعقیبش کرده و بعد از اون میره داخل. میپرسه این بی پدر یعنی همین دنیل که اینجا بود چیکار داشت؟ اینا هم میگن خارش اینجاست و اینم میره ملاقات دختره. خواهر میگه تو همونی هستی که داداشم صفرشو باز کرده و اینا با هم دیگه حسابی دوست میشن. میگه آبجی جان این داداشت به 5 روش ممکن، 7 روش ناممکن و 2 روش ابداعی کاری کرد که درز و دورز سالم نمونده. وقتی میاد بیرون دنیل اونجا میبینه، میگه منو تعقیب میکردی؟ اینم میگه آره. اصلا چرا بهم نگفتی خواهرت اینجاست؟ ببخشید که بهت شک کردم، معذرت میخوام. حالا اشکال نداره، بیا سرشو ببوس. توی شرکت دنیل میگه من دوست دارم همیشه تو کنارم بمونی، اصلا ما مریدیم و تو هستی پیر ما، اندکی بنشین به روی صندلی. اون یارو که اول فیلم میخواست از خانم جان شکایت بکنه یه قرار میذاره و میگه کلوچه واویلا این مدتی که قنبل و هوا کرده بودی با اون یارو دنیل، من یه نفر گذاشته بودم که مراقبتون باشه و از شما کلی عکس داریم. یا اون مشتری رو به ما پس میدی و خودت هم استعفا میدی یا عکسای اتوبان تو همه جا پخش میکنم که اتوبانت هم خیلی بزرگ شده، یعنی تریلی با بارش اون تو جا میشه. میگه اون روز با اون وکیلت خوب گوز میکردی، حالا چی شد ازگر؟ چی شد ازگر؟ جکی تصمیم گرفته که استعفا بده ولی به این وکیله هیچی نمیگه. صداش میکنه میگه ابوالطلا تو برو یه کمی وازلین بخر، برو خونه منتظر باش تا من بیام. اینم میگه چشم، تو جون بخوا. یعنی آدم پولدار حتی وقتی بگوزه بقیه میگن چی فرمودین؟ جکی قراره توی کنفرانس خبری استعفا بده و کلی آدم هم اونجا جمع شدن که منشی جکی میره و به این میگه اوی دست خر، ماجرا اینجوریه و جکی مجبور شده به خاطر تو اناقا استعفا بده. خانم جان شروع میکنه به خوندن متنش، میگه من میخوام استعفا بدم که یه دفعه زارت دنیل میاد داخل و میگه تو بهترین مدیر عامل جهانی، پس گوه میخوری بخوای استعفا بدی. میگه حقیقتش ما عاشق هم شدیم و کل ماجرا رو براشون تعریف میکنه. میگه هم قانون شرکت اشتباهه و هم استعفای تو. بعدم همونجا لبو رو میگیرن و مستقیم میرن خونه برای بقیه کارهای اداری. آقا یه خبر خوب بهتون بدم، من دارم مادر میشم، یعنی حاملم از دست شماها. چند هزار نفر ویدیو رو میبینید بعد کلا 50 نفر لایک میکنن. خب رسما نمودید دیگه، گردنم نمیگیرید. قربون دم و دستگاهتون. خب اون بیلاخ پایین صفحه رو بزنید، ما رو بکنید دیگه لایک.